مریم ماما بشی درست بخون، من با امتحان داری. وای مریم من واسه امتحان فردا هیچی نخوندم چیکار؟ ولش کن بابا، منم هیچی نخوندم. فردا تقلب میکنیم، همه رو می‌نویسیم. مریم خدا کی دو سیکل زقامیه. بوم مریم، من یه ساعت سیاتی کنم. دامن تنگی داری به زبان فارسی چی میشه؟ جانم مامان. داری درس میخونی ما؟ کاملش بیشتر میمانه، فاداش بیشتر میمانه. مامان جان دختر ممتازم، قربون چاد بشم، میخوای واسه تنم قرآن بخرم بیارم؟ اصلا میخوای غذای مورد علاقه تو درست کنم؟ در موش میخوری دخترم؟ نه مامان جان، من هیچی نیاز ندارم، فقط لطفا سکوت رو رعایت کنید که من تمرکز داشته باشم. چش تو جون بخود دختر ممتازم. الان بابات درک میکنم بره خونه عمتینا بشینه، خودم مثلا حوصله‌اش ندارم. بچه‌ام میگه یه چک میزنم ساکت شن، خودم میگیرم میخوابم که سکوت مطلق باشه، دخترم درس بخونه. دارم مستر میبنده، ما تو فقط بشین درس بخونیم. مامان جان راستی یه چیزی رو یادم رفت بگم. مامان جان